این علیگدا دیگه شور تلس شکستگی رو در آورده. یعنی واقعا مسخره فروشی باز کرده. بابا آخه این چه ولی فقیه که حرفاش حتی به اندازه سرفه یه بزغاله هم اعتبار نداره. مگه همین چند روز پیش نبود که واسه حنجره ها خط نشون کشید و از بلندگوی دشمن گفت هر حنجره ای که در جهت اختلاف حرف بزند بلندگوی دشمن است، چه خودش بدانه چه ندانه. مراقب باشیم حنجره ما بلندگوی دشمنان اسلام و قرآن نشود، فریاد اختلاف سر ندهد. آقا هنوز 2 روز از حرفای این علیگدا نگذشته بود که صدای بلندگوهای دلواپس و دلارام کرکننده تر شد. از یه طرف ساندیس خورای دلواپس ریختن تو خیابون که آقا توافق موافق خبری نیست، هسته میخوایم یالا، هسته میخوایم یالا. بله کار به اونجا رسید که خود برخباره های حکومتی هم زدن به سیم آخر و از سفارایی خیابونی خبر دادن. سفارایی خیابانی دلواپسان. کمتر از 1 ماه تا فرصت نهایی مذاکرات هسته‌ای، تحرک منتقدان این مذاکرات اوج گرفته است. در مشهد مهرداد بزرپاش به عنوان سخنران اصلی این تجمع با کنایه به دولت گفت مردم دستشان را در جیب خودشان کردند و شعار می‌دهند کسانی که دست در جیب شما کردند و از عزت و اقتدار شما خرج می‌کنند دستشان را خارج و در جیب خود کنند و از خودشان خرج کنند. بله شیخ بری که خودش از اون آخوندهای خمینی صفته به تبعیت از امامش به جای اینکه دستشو بکنه تو جیب خودش دستشو کرد تو جیب ملت و تا تونست به علیگدا و جماعت دلواپس جفتک زد. اما در این انتخابات بین نفر اول انتخابات و نفر دوم 13 میلیون اختلاف رأی بوده. 13 میلیون اختلاف رأی به معنای آن است که مردم دقیق، آگاهانه، حساب شده مسیری را برگزیدند و انتخاب کردند. داره میگه اینقدر دلواپس و ساندیس خور و جوجه بسیجی نیاری تو خیابون، من اومدم زهر رو بریزم تو گلوی علیگدا، ول کنه قضیه هم نیستم که نیستم. مسئله هسته‌ای مسئله این جناح و اون جناح نیست، مسئله این حزب و اون حزب نیست، مسئله این قوه و اون قوه نیست. مسئله هسته‌ای یک مسئله ملی است، بارش بر دوش نظامه و این نظام هست که داره قدم به قدم این راه رو به جلو میره تا به هدف برسه. میگن اسرار کشور باید محفوظ بمانه، مگر در این چیزا کسی شک داره که اسرار کشور باید محفوظ بمانه؟ حالا یک نصیحتی یه وقتی رهبری معظم انقلاب بکنی، چون رهبرن باید نصیحت کنن، باید ارشاد کنن. همه را میگفتن، همه توصیه دارن، میگن دولت وقتی تشنه شدی باید آب بخوری و حواست باشه. تلس شکستگی که میگم اینه ها، فقط کم مونده بگه علیگدا یک غلطی کرد، یک شکری خورد، شما چی میگید؟ تیغ ضرب العجل از بالا و تلس شکستگی از پایین و تحریم از بغل و وضعیت انفجاری از وسط، نتیجهش همین میشه دیگه، میزنه نظام و لط و پار میکنه. هر چه قدم به ضرب العجل نزدیک میشیم اوضاع بیریخت و بیریختر میشه.
شکار